سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیوی من گیمر هستم و امروز اومدیم که پارت 4 بازی GTA Vice City رو با هم بریم. امیدوارم از این بازی خوشتون بیاد. یادتون نره که حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتیم ازش باخبر بشید. این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو حتما تو بخش کامنت ها برامون بنویسید. لینک پیج اینستاگرام اون زیر میاد، اگه دوست داشتید اونم برید فالوش کنید. بریم سراغ بازی. امیدوارم که از این ویدیو این سری بازی لذت کافی رو ببرید. بزن برید. پارت قبلی آقای ریکاردو دیاز آشنا شدیم و بریم ماموریت و به ما زنگ زد و از ما خواستش که براش بریم یا ماموریت انجام. آقا یه پلیلیست بازی GTA Vice City رو ندیدید توصیه میکنم که ببینیدش، از دستش ندید. بله اینم قصر ریکاردو دیازه. ریکاردو دیاز کارتل کلمبیایی ماموریت مخدر توی وایس سیتی. حالا میریم ماموریتش انجام میدیم، ببینیم چی میگه. بنده خدا زود باش عزیزم، زود باش. آره زور میزنه. تو مسترا نشسته نگاه. ان میاد. این مردی که کیه؟ تامیری سیتی، منو که یادت میاد. معذرت میخوام، یه مقدار هیجان زده است. هیچ وقت به این اسبای لعنتی اعتماد نکن. کارت خوب بود. الان دیگه برای من کار میکنی. من برای پول کار میکنم. همینطور که گفتم دیگه برای من کار میکنی. گفتم که من برای خفه. یه نفر به من خیانت کرده. فکر میکنه من نمیدونم چقدر پول در میارم. دزدیدن 3% به بدی دزدیدن 100%. هیچ کس نمیتونه این کار با من بکنه. از آپارتمانش تعقیبش کنه ببین کجا میره. بعد میکشیمش. باش میکشیمش. این مردی که فکر میکنه میتونه سر به سر من بذاره. اگه این بهترین چیزیه که وایس سیتی داره، کارمون خیلی راحته. حالا باید بریم. یه نفر از افراد دیاز ظاهراً 3% از سود ریکاردو رو دزدیده و ما باید بریم تعقیبش کنیم از آپارتمانش و بعدا دستش رو بدیم. بالا میریم سمت آپارتمانش. یه از پنجره نگاهی بنداز. اوه لعنتی. لعنتی. بازنده. سمت اون شلیک میکنی اما الان سب کن دخلتو میادم. بدویم. بله نفسش اینجا گیره. پدر بزرگ خیلی کندی. نه بهتره به دویدن ادامه بدیم. خب یه موتور رو میداریم میریم تعقیبش میکنیم. بله ایشون هم ظاهرا از این ماشین باز شلیک میکنه. خب ما آرسته و پیوسته با یه مقدار فاصله تعقیبش باید بکنیم. حواستون هم باشه این طرف رو نکشید، چون اگه بکشید ماموریت رو فیل میشید. خب اینجوری باید تعقیبش کنیم. یه مسافت نسبتا باید همینطوری بریم. آرسته و پیوسته زیگزاگی میدیم و مولا. years later. واه صحنه دیدنی شد. خب دیگه رسیدیم. ایوه همینجاست. خوبه. ببینم چه ماموریتی برای ما دارم. آقای ریکاردو دیاز. تو دیگه چجور احمق بیشوری هستی؟ احمق تامی. چیه ریکاردو؟ به هر کی اعتماد میکنی سعی میکنه تو رو دور بزنه. مشکل اینجور کارا اینه که فکر میکنی دارن چیکار میکنن. اوه
گفتم این آجیمون این نورمال نیست. احمقا باعث بدبختی خانواده هست. خیلی کسخله. اما پدر مادرها فکر میکنن که میتونن تو وایت سیتی یه نفر رو اجیر کنن. به به. آقا چی؟ مافیا راجع به این چی فکر میکنن؟ محل گانگسترها، جای نابغه‌های جنایی؟ کوینتین اومده اینجا. کوینتین کی تو رو آورده تو این منطقه؟ همشون رو تارمار کن. کدوم گوری داری میری؟ آه. چی میگی؟ خدای من دوبله خداست. منو دعوت کردن. معلومه دیاز برادر منو کشته. اون تو رو هم میکشه. من از پس دیاز برمیام. نه به من گوش کن. دیازو بذار به عهده من. اون داره کم کم به من اعتماد. به. بله با هلیکوپتر رفتیم. خب نمیدونم همیشه از این چیزا خوشش میاد. رفقا شما لنسمن رو میشناسید؟ من توی مدرسه به اندازه کافی از این چیزا داشتم. تستش کردیم خوب بود. حالا قایق من در خدا به چخ رو بیاد نه در راه قایقش از است داشت. توی راه داشته باشید. تمرینش خدایی خوب بود. خیلی خوب تقریبا رسیدیم. ما چند تا معبر درست میکنیم. پس هر چند تا اسلحه میتونی بیار بیرون. پیادتون که کردم شما تو مسیر هستی. خب باید بریم اونجا و اون دوستای عزیزمون که اینجا هستن رو ببینیم سرویس کنیم. اینجا شده منطقه جنگی. نمیخوره باشه. اوکی. اوه هم والا زن. خب اینم زدیم. خب یه با اینجا دیر آتیش بارونی. اوکی. خب دیگه موردی بزن. That looks like gravy thing. Have you ever eaten from one of those hot dog joints? Banditos. این یارو دست مردم نیست. بزنیدش. Eating me some hot dogs. 15 or so. When Okay. I met this beautiful woman. She was a fan of this show. And boy, did I put a nickel in her love machine. It was summer madness. Crazy fingers all night long. And in the morning, I licked her lips. خوبه. این سری هم زدیم. خب یه نبود. گنده نبود. میری پایین. خیلی خوب از اینجا به بعد با خودت. موفق باشید دان. خب ما رو اینجا اون کرد و الان باید بریم به جنگ این دشمنان بیادب. خب این از اولیش. دومی کو این از دومیش. این از سومی. این از این. یه تیر بله هر کدومشو کلن جا آورد. اوکی. این بستم این پولا رو به دست آورد. اوکی این ماموریت هم با موفقیت انجام شد. کی زنگ میزنه؟ منم
جناب سرهنگ کورتز ببین من فکر میکنم تو مردی هستی که از پس کارا میتونی بر بیای پس لطفا کمکم کن تو قایق میتونی پیدام کنی باش شش بعدم به شما هم سر میزنیم خب ببینیم چی داره الان احساس راحتی بیشتری میکنی نه؟ هی به چی داری نشونه میری؟ دیگه هیچ کبوتری روی من فضله نمیندازه مگه نه تامی؟ اینطور فکر میکنم. کاملا درسته. حالا گوش کن، هیچ میدونی که سریعترین قایق‌های ساحل شرقی رو صاحبه؟ نه نمیدونم. من میخوام که همینطورم بمونه. تمام قاچاقچی‌ها از اینجا تا گاراگاس یه آرزو دارن، سریعترین قایق. شایع شده که کارگاه قایق سازی یه قایق سریع برای یک کله پوچ کاستاریکایی ساخته و تامی من اون قایق رو میخوام. کبوتر احمق، تو دیگه از کدوم گوری اومدی؟ بله حاجی اون بالاخونه رو اجاره داده. تو اجاره داده بود الان داره بیشتر نمود پیدا میکنم. حالا ظاهرا یه یارو یه قایق سریع ساخته است. حالش داده بهش میدن و ما باید اون قایقه رو بدوزیم و تامین آقای پیاز عزیز. تو همین وسط مسطا که نتونستم ضبط کنم توی رادیو پیغام اومد که تمام پلا به خاطر شرایط آب و هوایی الان اوکی شده و همین پلا باز میشه. اولا اینا برای این نمیخواد بگه که آقا باز شده اینا پیشتابی کرده تو بازی آفرین اینا جایزه بیاره. جایزه دیدونه اوجولات خوبه میام مپو کلا برای ما باز کردم. این پلا پل دیگه رو کلا برای ما باز شد. از تو بازی بودم 3 تا پلش. خب حالا اینجا نگهبانم. خب اینجا الان پل نگهبانم. خب سب کن. نه اولیش خب اینو از این نبود. اوه شیت فاک برخیدم به خودم. چی بود آقا؟ جامپ اسکر بود. خودم ترسیدم به مولا. باز کجا داره شلیک میکنم؟ این بره هدشات. قایقه رو میاره پایین. خب همونطوری که بهتر میدونید تو این شمپارت و زیاد البته بهش اشاره نکردم. یا خدا چرا زیاد شد اینا به تولید مثل کردی؟ خیلی زیاد شدن. بله تمام شنا بلد نیست و ما اینطوری میزنیم و به صورت کاملا عجیب و غریب یا در دقایق ظاهر میشه. ستاره شدیم. خدا رو شکر نزدیک بود. ایزی بود اصلا عالی. خیلی هم راحت. آه یس رسیدیم. خوبه. خوب پولا 4000 تا. دوستان عزیز مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. امیدوارم تا اینجای کار از این ویدیو خوشتون اومده باشه. یادتون نره اگر از این ویدیو خوشتون اومد کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که هر موقع ویدیو گذاشته ازش باخبر بشید. این ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو تو کامنت ها برامون بنویسید. لینک صفحه اینستاگرام اونم اینجا میاد. اگه دوست داشتید اونم برید فالو کنید.
قربون چشای ما تک تکتون. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو دیدید و از کانال ما حمایت کردید و این ویدیو رو لایک میکنید. قربان شما تا پارتای بعدی. خداحافظ.